سلام دوستان، موری هستم. خوش اومدین به اولین لایو ویدیو کانال خودتون. موضوع این ویدیو راجع به اینه که اکانت من چیا داره و چی ندارم و خلاص اومدم اکانت بهتون نشون بدم. 2000 years later. روی ستای سرهمی ست اتکان تایتانو دارم. بابا باریکل. تون 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 سحور. این سته که اسمش یادم رفته بود چی بود خدا، مکلارن. این ست آدم فضایی خسته رو دارم و این ست آقای دوجنسه. میگذریم از این قصه، بریم داخل بخش مو. این موبندی هایی که فکر کنم دایمون رویال، فکر کنم گلد رویال قدیم بود که 100% بود. این هم که اینکوباتور موش. بله، بریم داخل قسمت بالاتنه ها. اول ستی که مشاهده میکنیم الیت روه. بابا باریکل. بعدش این ست سرهمیه. اینجا هم الیت مترسک رو مشاهده میکنید. بابا باریکل. الیت خفاش که خیلی دوست دارم. الیت رو هم بدی نیست، الیت رو هم خوشم میاد. این سته که اینکوباتور بود، ماسکش که بهترین ماسک بازی میشه گفت. بعد دیگه این بویاه پسته‌ای که زیاد حال نمی‌کنم باش. الیت جغد. این الیتی که اسمشو نمیدونم، خیلی بالا تنش قشنگه. الیت پادشاه دلقه چیه؟ حالا همون الیت اسکلت. اسم اینم نمیدونم چی درست. این الیت هم فکر کنم الیت باشه. آره دیگه اسم اینم نمیدونم. اینم فکر کنم الیت باشه دیگه. آره الیت باید باشه. الیت کرکس خاصی. این بالاتنه هم که مال هیرو سیزن پیش یا سیزن پیش بود که باش میشه ست برزیلی زد. بابا باریکل. این بالاتنه که به بدبختی گرفته شده با باکس ست کاملشو داریم اینجا. این بالاتنه این و غیره میره تا پایین. اینجا دو تا از ستای BTS میبینین. این 2018 هم داره، خوشم میاد از این پایین تر دیگه چیز خاصی نداریم. این ست ونوم. اینو دوران قدیم من خیلی میپوشیدمش، تقریبا 2-3 سال پیش که اومده بود. میریم پایین. اینم گلد رویال قدیم بود، یادمه. ماسکش خیلی قشنگه. اینم که ست سامورایی خسته است که خاص شده، قبلا خیلی شاخ بود. اینم که هنوزم شاخه فکر کنم تقریبا دیگه. نه شاخ نمیشه ولی خز نشده در این حال. میریم پایین تر که دیگه چیز خاصی نداریم. حالا قسمت شلوار برزیلی طلایی که زیاد باش حال نمیکنه. بابا باریکل. شلوار فکر کنم مال الیت بود. این شلوار هم مال همین کرکس خسته است و این شلوار مال این ست است که بیش باش ست برزیلی زد. این شلوار زیر شلواریه. این شلواره واسه ست. این شلوار بزنم یادتون بشه من شلوار ست بزنم. و این شلوار قلبی، شلوار مال تانجیرو بود فکر کنم. آره. و این شلوار مال فکر کنم این ست کابویه باشه. این شلواره که خیلی دوستش دارم. اینم خیلی دوستش دارم. یه باقیش پلاستیکیه، آشغالیه. نه این پلاستیکی نیست، باقیش پلاستیکی. بله. اکانتم شلوارک نداره برای ست برزیلی. و این پایین تر داخل دنس ورود که نداریم. یکی از ضعف‌های اکانتمه. دنس تبدیل شونده هم که زیاد دخال نمی‌کنم. از این دنس ها نداریم هیچی. خود راست از این دنس چرت و پرتا نداریم. دنس CR7 رو مشاهده میکنیم. یا
که داخل شاپ اومده جدیدن خاص شده. البرز فیسان، یکی دنس البرز فیسان، دنس قلب. این دنس خنده که زیاد باش حال نمیکنم، باز اصلا ورش دارم. فکر نکن. الکی دنس میگذاریم. دنس هم آشغالی. این مال پرایم 4. آها راستی پرایم اکانت من 4. بابا باریکل. 488 جم دارم. به زودی چند جم دیگه میاد روش. چند جم نه، به 500 600 تا دیگه میاد روش که بریم ایکی مونو مکس کنیم. لو دادم ایکی داریم. بگا که زیاد مهم نیست. اینم مهم نیست. خلاص اینم دارم. بیل بلکی البرز فیسان اینم دارم. آهنگم که دیگه اصلا مهم نیست. ماشینا مکلارن دارم. این موتوره که خیلی باش حال میکنم و دارم. این ماشینم که خیلی باش حال میکنم و دارم. اینا مهم نیستن. پروفایلم که زیاد مهم نیست. اینم که مهم نیست. اینا مهم نیست. میریم داخل گانو. خب این گانه که اسمش چی بود خدا؟ M4. آره M4 دیگه، فکرم M4 دارم به خاطر این اسکین داشت. این M4 داریم. AK دراگون یا AK لولی. بابا باریکل. AK هالووین هم داریم. این یکی هم فکر کنم اون که دراگونه باشه. بله این یکی هم اون یکی AK دراگونه. این هم که داشتاقیه. این داخل اسکارمون هم اینه. جروزامون هم اینه. فاماسامون هم که زیاد جالب نیستن ولی اینم قدیمیه. اینم قدیمیه. سیم 8مون هم جالب نیست. خب A98 A94 پلاسما. ایوزیمون هم که مال این کوه دیگه. پارافالمون هم مال این ست اسمشی بود کله کچله مال همونه. خب M14 مون هم اینه. اسکیسمون هم اینه. داشتاقیه. اسویدی مون میشه گفت یکی از بهترین اسویدی های بازیه. خیلی خفنه. اسمش چی بود؟ وودپکر. بله وودپکر AC80. اینم که داغونم. 2 تا این کوه M60 دارم. اینم که مال CR7 اگه اشتباه نکنم. اگه مال CR7 نبود مال این کاراکتر است پلیسی مال اون. میریم داخل قسمت SMG. اینجا UMP لولی رو مشاهده میکنیم. بابا باریکل. ببری. اینم که مال کاستومه مهم نیست. اینم که مال بویاهه. و میریم داخل قسمت MP5 که آشغاله ولی مهم اینه این دوریتر رو داریمش. VSS مون هم که آشغاله. اینم که طلایی مال همون دوران ست سبزه بود. خب اینم که P90 مونه. خوشم میاد ازش، باش حال میکنم. سامسون ببری داریم اینجا. آشغاله M14 مون یعنی M14 M10 مون M10 به قول خودم. M10 مون هم مال چی بود اسمش یادم خدا. اسکیلت بود اسپاسمون هم که آشغاله. اینم بدی ولی این آشغال نیستیم. اینم آشغاله میگذاریم. آشغال نه نسبت باقی اسکین دیزرتا خوبه. دو خط ریت بود قبلا، الان ضعیف شده. آشغاله اینو خوشم میاد خدا وکیلی ازش.
این خوشم میاد ازش میگذریم. این داخل مایتابه ها. به مایتابه یارو داخل گذر پشتمون داره رد میشه، بلند با تلفن حرف میزنه، صداش تا اینجا میاد. اینم میذاریم این کاتانامون که خیلی دوستش دارم. اینم خیلی دوستش دارم، بذار تو دستمون باشه. رایگانه ولی خوب دوستش دارم. قسمت گانمون هم تموم میشه. یخامونم که اینا اینجا که دیگه کنم رسیدیم پایان ویدیو. بله با پایان ویدیو هم ست داشاقی میزنیم. همین ست خوب. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیدار بعد یا حق.